بیایید به سوره مریم. این سوره مبارکه مریم هست، چون ذکر مریم که مادر عیسی است در این سوره زیاد آمده. تسمیت الکل به اسم الجز. این سوره از سوره های مکی هست، در مکه مکرمه نازل شد و ربط این سوره با سوره گذشته. در سوره کهف انشاءالله شما میخوانید، اون چه که گذشته پاسخ شبهات بوده. اون چه که در سوره کهف گذشته چیه؟ پاسخ بعضی از شبهات. برای بعضی این شبهه بود که بعضی از اولیاء انبیاء صفات خدایی دارند. مثلا اصحاب کهف تا 300 سال هیچی نخوردند، خوابیدند، اونجا جواب دادند. حضرت خضر از آینده خبر داشتند، اونجا خدا جواب دادند. ذوالقرنین به اندازه دنیا را فتح کرد، مشرق و مغرب را که کار بشر نیست، معلوم میشه که قدرت خدایی داشت، اونجا خدا جواب دادند. لذا شبهاتی که در سوره کهف بود اونها پاسخ داده شد. حالا بقیه شبهاتی که درباره عیسی و مادرش هست در این سوره جواب داده میشه. داستان ولادت عیسی، اون واقعیت را بیان کردن پاسخ کل شبهات است. و در این سوره 2 زن ذکر شده که به هر دو خدا اولاد داد. هر دو اولادهایشون عجیب بود. یکی مریم که دختر بود، شوهر نداشت. یکی مادر یحیی زن زکریا که اینقدر پیر شده بود که از زمان فرزندی گذشته بود، و نه اینکه گذشته بود، نازا و عقیم هم بود. لذا الله عزوجل پیدا شدن این 2 فرزند به صورت خارق العاده را در این سوره بیان فرمود. اما خود داستان را گرچه اینجا با تفصیل بیشتری هست، اما شما در سوره آل عمران خواندید، اونجا در پاسخ مسیحیان نجران حقیقت را خدا واضح فرمود که اگر مریم بدون موسم، بدون اسباب پیشش، انواع رزق بود، روزی بود، میوه بود، خودش گفت قالت هو من عند الله، کار مریم نبود، کار خدا بود. اگر مریم بدون شوهر فرزند را آورد، کار مریم نبود، کار عیسی نبود، کار خدا بود. اگر عیسی اون همه معجزه داشت، کار عیسی نبود، کار خدا بود. لذا این شبهات پاسخ داده میشه. زکریا اگر در سن پیری با اون زن عقیم و نازا فرزنددار شد، کار زکریا نبود، کار خدا بود. در همه اینها مناجات میکردند، لحظه به لحظه از خدا کمک میخواستند. بس کاری که خدا میکند چرا شما اون را نسبت به غیر خدا میدید؟ شما هم بیاید از همون خدا بخواهید، از همون خدا بطلبید حل مشکل خودتون را، پیش غیر الله نروید. لذا این شبهات در این سوره که شبهاتی که در رابطه با مریم هست، عیسی هست، درباره الوهیت این هست، قدرت این هست، همه اینها جواب داده میشه. و همچنین درباره زکریا و یحیی. کاف ها یا عین صاد، این از مقطعات است، الله بهتر میداند. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، ذکر رحمت ربک، ای هذا ذکر رحمت، این ذکر رحمت پروردگار هست که ذکر میکنه بنده اش زکریا را، اینجا یادش میکنه. زکریا چیکار کرد؟ دعا کرد. ابتدا خدای عزوجل مناجات این پیامبر را ذکر میکنه قبل از هر چیزی. معلوم میشه که اینا محتاج بودند، اینا مستعین بودند، استعانت میخواستند، نه اینکه کمک میکردند. اینا چی بودند؟ مستعین بودند. همون مستعینی که شما هر روز در نماز میخوانید ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اون ذاتی که مستعان منه هست، یعنی از او باید کمک گرفته بشه، فقط خداست. شما هم همین کار را بکنید، شما هم از خدا کمک بخواید، نه زکریا. خود زکریا کمک خواست. ببینید مناجات زکریا را مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء این است: اذ نادى ربه نداء خفیا، زمانی که فریاد زد ربش را فریاد آهسته. معلوم میشه که افضل تر در دعا چیه؟ آهسته. بهترین دعا اینه که آهسته دعا کنی، رب فقط بشنود. بلند بلند نه. قال رب اینی وهن العظم منی. این تفسیر ندا کرد. اونجا شما خواندید که آمد پیش مریم، دید که عجب رزق و روزی، چه خوراکی هایی، این خوراکی از کجا؟ ما که اصلا نداریم اینا را، الان اصلا وقتش نیست. اون گفت قالت هو من عند الله هنالک دعا زکریا ربه. او انگیزه‌ای برایش شد. این انگیزه را ایجاد کرد که او بدون موسم رزق می دهد به او، به منم بدون موسم بدون وقتش اولاد میتونه بده. لذا زکریا علیه السلام وقتی که اون صحنه را دید دعا کرد. دعایش چی بود؟ نداء خفیه، آهسته. بهترین دعا اینه که آهسته بشه، تنها تو بشنوی و ذات پروردگار معبود حقیقی تو، بالخصوص وقتی تنها باشی با او تنها بکنی، تنهایی را اختیار بکنی، اونم در اون وقت مبارک، وقت سحر که بهترین وقت است و رحمتهایش به صورت ویژه تقسیم میشه. لذا اون وقت اگر کسی صاحب توفیق باشد و اشک بریزد، این انسان جایگاهش جز اون 7 نفری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود 7 نفر هستن زیر سایه عرش رحمت الهی جا داره. یکی کی است؟ رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا. اون انسانی که خدا را به تنهایی، در تنهایی الله را یاد می کند، از الله می طلبد، می خواهد، اشک می ریزد، گونه‌هایش اشکبار میشه. اون دیگه اینقدر مقرب است، جز اون خاصان هست، جز اون 7 نفر است. لذا الله می فرماید اذ نادى ربه نداء خفیا، زمانی که ندا کرد ربش را ندای آهسته‌ای. چی گفت؟ تفسیر ندا. ببین انسان هر کسی باشه محتاجه. یه روزی قوی باشه فردا ضعیف میشه. امروز اگر قهرمان ملی هست فردا پیر میشه، نیاز داره کسی دیگه دستش را بگیرد. قال رب اینی وهن العظم منی. گفت بار الها همانا استخوانهای من ضعیف شده، سست شده، پیر شدم. واشتعل الرأس شیبا، و تمام سر را پیری گرفته، یعنی تمام محاسن من و موهای من سفید شده. اما با وجود این که به این سن رسیدم که در این سن هیچ امیدی نیست کسی داره فرزند بشه، اما من ناامید نیستم. پیغمبر به قدرت خدا اعتماد و اعتقاد داره. ولم اکن بدعائک رب شقیا، هرگز نیستم به دعای تو، بخواستن از تو، یعنی به سبب دعا، به سبب خواستن از تو پروردگارم من محروم نیستم. گاهی انسان از یک قضیه ناامید میشه، کم کم در دعا هم سست میشه. اگر دعا میکنه باورش اینه که بالاخره قبول نمیشه، الان دیگه مریض به آخر رسیده، سکرات میمیره، یا زندانی حکمش صادر شده، یا مال دیگه رفت. انسان معلوم میشه در اوج دلسردی و یأس، اما با یقین کامل که خدا میکنه،
دعا بکنه. الان دعایش اگر قبول نشه که قبول میشه، اگر قبول نشه هم به عنوان دعای مقبول برایش چی میشه؟ ذخیره میشه، عوضش را میگیره. لذا الله می فرماید زکریا گفت ولم اکن بدعائک رب شقیا، بار اله من نسبت به خواستن از تو محروم نیستم و نمیخوام محروم بشم. و انی خفت الموالیه من ورایی، اینا همه مقدمه هست، فرزند را بعدا میخواهد، اینا تمهید مقدمه. یکی از دلائل که زکریا دعا کرد، چون زکریا علیه السلام عموزادگانی داشت، خویشاوندانی، موالی، پسرعموهایی داشت. می ترسید که پشت سرش، چون وقتی که انسان پدر داشته نباشد، برادر داشته نباشد، فرزند داشته نباشد، میدونید عصبهش دیگه پسرعمو میشه، عمو و پسرعمو، عمو هم نباشد پسرعمو میشه، به همین ترتیب میره. لذا اونها وارث میشن. اونها که وارث بشن از خیرخواهی نسبت به خیرخواهی اونها تردد داشت، بالخصوص در امر دین. و انی خفت الموالی، من میترسم از خویشاوندانی که من ورایی پشت سری من هستند، از اون خویشاوندان و پسرعموها. و کانت امرأتی عاقرا، اما مانع دیگری هم وجود دارد که زن من نازاست، اما با وجودی که نازاست من از رحمتت ناامید نیستم. فهب لی من لدنک ولیا، ببخش برای من از جانب خودت یک ولی دوستی که فرزندی من باشد. ولی که یعنی من سرپرست او باشم. ولی چندی معنی میاد، یکی از این که تحت سرپرستی باشد، یکی به معنی سرپرست هم میاد، به معنی پسرمو هم میآید، به معنی دوست هم میآید. یرثنی و یرث من آل یعقوب، زکریا هم از بنی اسرائیل است، چنان فرزندی که وارث من و وارث آل یعقوب باشه. واجعله رب رضیا، پروردگار اون را بنده رضی، یعنی مورد پسند و مورد رضایت بگردان. اجابت شد، اجابت ربانی. خداوند فرشتگان را فرستاد، برید به بنده من زکریا اینگونه بگید: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. ای زکریا ما تو را مژده میدیم، بشارت میدیم با پسرکی، با فرزندی که نامش را هم خود ما گذاشتیم، اسمه یحیی، اسمش یحیی هست. چنان اسمی که لم نجعل له من قبل سمیا، ما قرار ندادیم برای او قبل از این هم نام. به این نام قبلا بشر و از بندگان ما کسی نبوده، از مخلوقات ما کسی نبوده. البته یک تفسیرش اینه، سمی به معنی چی؟ هم نام، هم اسم. اما بعضی میگن سمی به معنی هم صفت، یعنی به این یحیی چنان صفاتی میدیم که قبل از این صفات را کسی نداشته، صفاتش میاد. قال رب انا یکون لی غلام، این برای شک نیست، این برای مطالبه کیفیت است. زکریا میخواد کیفیت را بداند. خدا که خوشخبری را داد، خوش شد، شاد شد، اما میخواست بدونه آخه به چه کیفیت. مثلا عرض میکنم یک صورتش اینه که خدا به زکریا بگه برو یه زنی بگیر که تو را به فرزندی بدم. یک صورتش اینه که به زکریا بگه که هم تو را هم همسرت را جوان میکنم و قوی بشید، خدای تعالی به شما اولاد میده. بالاخره صورتهای متصوری دیگه هم هست. به این خاطر میخواست کیفیت را بداند. دستور چیه؟ قال رب انا یکون لی غلام، بار اله به چه کیفیتی برای من پسری میشه؟ و کانت امرأتی عاقرا، از یک طرف زن من نازاست، و قد بلغت من الكبر عتیا، اما از طرف دیگر من از پیری فرتوت شدم، از بس پیر هستم فرتوت و فرسوده شدم. به چه صورته؟ الله تعالی جواب داد قال كذلك، قال كذلك، فرمود در همین حال، در همین طور که پیری، همین طور که عرض کنم خدمت شما
اینجا نوشته گفتید از پوست و پشم و چرم انسان، آخر اصلاح شد از پوست انسان و پوست خنزیر، اینها چی نیستند؟ اینها با توجه به اینکه انسان کرامت دارد جایز نیست. بعد در بحث دباغت آمد هیچ نوع استفاده خنزیر به خاطر اینکه نجس العین هست. اگر دیگه سبقت کلامی بوده اشتباهی بوده، ولی اصلش اونه که اونجا برای انسان و خنزیر بالاخره پوستش درست نیست استفاده، به همین دو دلیل اون نجس العین است، این به خاطر کرامتش. خب الله عزوجل می فرماید که قال كذلك، به همین کیفیت، همینطور که شما پیر هستید، همینطور که شما بالاخره زنت نازا هست، الله قدرت خودش را نشان میده. الله عزوجل قدرت خودش را نظام میده. خیلی ها هستند در همین دنیا، من شنیدم از افراد موثقی که در این دنیا دکترها به زنی گفتن این بچه دار نمیشه. یکی را تعریف میکردند، یه زن روستایی در یک بیابانی گفتن زندگی میکرد، گفته بودند که این صاحب فرزند نمیشه. بعداً شوهرش رفته بود یه جای دیگه خواستگاری کرده بود که یک زنی بگیره. برای این زن خیلی سخت بود که آخر شوهر هم عذری داره، موجه است. کسی گفت که اون زن را دیدن یک شبی در ریگستان از شب تا صبح دعا کرده و گریه کرده. یعنی همین عرض می کنم گاهی از نظر اسباب انسان ناامید بشه، باز هم ناامید نشه، چون وقتی قدرت خدا رو